هر روزی که میگذره به پایان جام جهانی نزدیک و نزدیکتر میشیم و امروز مرحله یک چهارم نهایی این جام به پایان رسید. توی این ویدیو قراره بپردازیم به اتفاقات و نتایج مرحله یک چهارم نهایی و با هم دیگه اونا رو بررسی کنیم و همچنین پیش بینی کنیم که داخل مرحله نیمه نهایی چه اتفاقاتی قراره بیفته. خیلی خوشحال میشم که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. بزنید بریم سراغ ویدیو. اول از همه میپردازیم به مسابقه پری شب فرانسه در برابر مراکش که فرانسه توسط نتیجه 2-0 این مسابقه رو پیروز بشه. یکی از نکاتی که من اینجا نوشتم و برای که با هم دیگه راجع صحبت کنیم این بودش که این مسابقه همه داوراش آرژانتینی بودن. این یه ذره حواشی ایجاد کرد قبل از مسابقه که خب یه ذره سر فینال جام جهانی 2022 مراکشی اعتقاد داشتن که آرژانتینیا بعد از اون فینال باشون یه سری مشکلات و اینا دارن که این تصمیم فیفا یه ذره شاید تصمیم عجیبی بود که خب واقعا هم یه ذره تصمیم عجیبی بود، ولی آنچنان هم نمیشد بهش ایرادی گرفت چون سعی کرده بودن که یک داوری بزنن که توی اون قاره این دوتا کشور نباشه. نمیدونم، این یکی از سیاستایی که جام جهانی قبلی انجام میشد توسط فیفا که سعی میکرد مثلا اگه یه تیم از قاره اروپا و یه تیم از قاره آسیا بازی دارن داور آفریقایی بذاره یا آمریکای جنوبی و اینا بذاره که این حرکتیه که میزده و تلاشش در این بوده. ولی حالا باید ببینیم که آقا این اتفاق اینقدری مرتبط بوده به این قضیه یا نه. خب آخه داور مسابقه آرژانتین هم که حالا در ادامه بهش میرسیم اون داورم فرانسوی بودن داورش. بازی رو من اینجا از اولش نوشتم. فرانسه شروع بازی اومد مالکانه آغاز کرد و سعی کردش کرد جناحین با نفوذا و سانتراش اون قفل دفاعی مراکش رو بشکن. توی ویدیو پیش بینی توی برنامه FT TV شو یک که توی چنل هست اونجا من به این قضیه پرداختم که آقا میگم فرانسه، ببخشید، مراکش توی این مسابقه داره میاد چجوری بازی کنه، داره میاد دفاعی بازی کنه، میاد که بازی فرانسه رو قفل و به قولی مختل کنه و تا حدی هم موفق بود. حتی تا قبل گل اولم خیلی موفق بودن، ولی خب بعد از گل اول دیگه اون قفل شکست دیگه، پشت دیگه یه گل دیگه هم زدن و دقیقه 29 پنالتی گرفته میشه برای فرانسه و کلیان امباپه میره پشت توپ. یه نکته ای که بود این بودش که خب خیلی کش داد داور تا پنالتی رو بخوام بزنن، یعنی نزدیک بکنم 3-4 دقیقه فقط طول کشید تا پنالتی رو بخواد امباپه بزنه، همونجوری واسطه بود پشت توپ و نمیزد. خیلی عجیب بود. این نکته خیلی عجیبی بود که حدس هم میزدن یکی از دلایل و یکی از عامل هایی که پنالتی رو خراب کرد امباپه این بودش که خب خیلی کش دادن و دروازه‌بان هم بالاخره خب به خودش میاد، یه ذره اون به قول اون حسه میخوابه. توی والیبال نمیدونم حالا دنبال میکنید یا نه، توی والیبال همچین چیزی رو دارین، مثلا آقا یه تیم وقتی میفته رو دور میان با تایم اوت و چلنج و اینا یه وقفه و یه تاخیر میندازن به بازی که بازیکن‌ها اون انرژیشون فروکش کنه که خب پنالتی رو میزنه. پنالتی هم خوب زد، پنالتی رو واقعا امباپه خوب زد و خب اونو نشون دادش که دلیلی که تا اینجا اومدن بالا و مثلا تیمی مثل هلند و اینا نیومدن اینه که خب یه همچین دروازه‌بانی دارن و بونو هم عملکردش واقعا تو این بازی خوب بود. تو نیمه اول فکر می‌کنم جزو بهترین بازیکن‌های زمین شده بود. من اینجا نه اشتباه بودم. و بعد از پنالتی فرانسه تمرکزش رو دیگه میذاره روی اینکه بازی رو بخواد با شوت زنی بازی رو ببره جلو. در همین حینا مراکش چند تا ضد حمله زد، ولی ضد حمله ها چجوری بود؟ تا وسط زمین فقط می اومد. یعنی ما اکسپکتد گل نیمه اول مراکش رو که اینجا من دارم نگاه میکنم الان 600 بود. خیلی کم. 600 هم سر 600 ببخشید اینجا من اکسپکتد گل رو بخوام ببینم آمار رو اکسپکتد گلت ببخشید 200 بود. اکسپکتد گل 200 یعنی صفر تقریبا دیگه، یعنی 200 تقریبا برابر با صفر، خیلی نزدیک. و این 200 هم از کجا اومد؟ یه ضربه ایستگاهی نصیب مراکش شد دقایق آخرین نیمه اول توی وقت اضافه که اونم اشرف حکیمی اومد زد بیرون. نیمه دوم که شروع شد من اینجا دارم و بهترین بازیکنان نیمه اولم بذارید بهتون بگم. توی فرانسه 7-4 گرفت دمبله و شد بهترین بازیکن فرانسه در نیمه اول و بهترین بازیکن زمین در نیمه اول یاسین بونو با 7-8 بود.
که تا دیگه بقیه بازیکن‌ها هم هستن که دیگه نمیپردازیم بهشون. همچنین تو نیمه دوم که شروع شد مراکش یه ذره بازی رو سعی کردش که بیشتر بگیره دستش، سعی کنه یه سری حملات انجام بده و اینها، ولی خب همین سبب این شدش که فرانسه پرس از بالا کنه. فرانسه اومد از بالا پرس کرد، سعی کرد توپگیری کنه، فشار بیاره و از خط دفاعی حریف توپگیری ها رو انجام بدن. که ما اینجا الان داریم که بازی دیگه در نیمه دوم عمدتاً اومد دست مراکش. بازی در نیمه دوم عمده بازی و مالکیت نسبت به نیمه اول، نسبت به نیمه اول نه کل بازی، اومد دست مراکش. خب مراکش ذره مالکیت توپ رو میگرفت، ولی مالکیت توپی که میگرفتن خلق موقعیت نمیکردن و فقط صرفا میخواستن که توپ در دست فرانسه نباشه، خواستن فقط وقت بازی رو ببرن جلو. مثل حرکتی که انگلیس توی بازی همین دیشب زد که بهش میرسیم در ادامه. و بازی خیلی بازی کسل کننده ای بود تو نیمه دوم تا دقیقه چند که گل اول رو زد فرانسه، دقیقه 60 که امباپه گل رو زد. تا اونجا بازی کسل کننده و خیلی ضعیف بود که خب امباپه اومد روی یه نه شوت زد، بعد تو فرستاد کنج دروازه از پشت محوطه، زد تو کنج دروازه، بعد خیلی گل قشنگی هم زد واقعا و پاس گلش هم به زیر دوه داد. این بازی برعکس بازی قبلی اولیسه عملکردش واقعا ضعیف بود، یعنی اصلا محو بود، اما شبایی بودش که اصلا ما اولیسه رو ندیدیم تو زمین. ولی خب امباپه عملکرد خیلی خوبی داشت، دزیر دوه عملکرد خیلی خوبی داشت، دمبله، اکثر بازیکن ربیو هم خیلی عملکردش خوب بود، ولی من ندیدم جایی از ربیو صحبت کنم. توی مراکش هم داشتیم بازیکنایی که خیلی خوب عملکرد داشتن که یکیش لیارسین بونو بود، مزراوی بود و بوادی هم خوب بود، بد نبود آنچنان. ولی واقعا مراکش خوب دفاع کرد. یعنی من نکته‌ای که بود، دیدم مراکش تا قبل اینکه گل رو بخوره خیلی خوب دفاع کرد. بازی فرانسه قفل شده بود، ولی خب حالا پنالتی رو دادن و دیگه نتیجه برگشت. بعد از دقیقه 60 که اومدن گل رو زدن، دیگه مراکش کشید جلو، دیگه اون دفاع گذاشت کنار، تصمیم گرفتش که رو به جلو بازی کنه. وقتی که میاد تیم رو به جلو بازی میکنه، مخصوصا جلوی تیمی مثل فرانسه که خب فرانسه مهاجمای سرعتی داره، روز حمله میرن سری و کسی هم به گرد پاشون نمیرسه. ببخش من آره، کسی هم به گرد پاشون نمیرسه و اومدن رفتن حمله کردن و روی یه ضد حمله توپ رسید به دمبله و دمبله رفت و یه نم شوت زد، اونم از تقریبا بیرون محوطه یا همون داخل یه ذره اومده بود، یه شوت زد و خیلی خوب، یه سیو نیمه کاره البته و بی ثمر داشتیم از یاسین بونو روی گل دوم که خب پاس گل این گل هم امباپه داد و امباپه شد بهترین بازیکن زمین. همچنین بعد از اون دیگه مالکیت دست مراکش بود و ما یه دفاع فوق‌العاده از فرانسه دیدیم. یعنی فرانسه بعد از گل دوم خیلی خوب دفاع کرد و چند تا هم ضد حمله زدن. دقیقه چند امباپه رو کشید بیرون، دقیقه‌ای که دزیر دوه رو دقیقه 77 کشید بیرون و دقیقه 85 هم نکته ای هم که راجع به مراکش من نوشتم، مصونیت چند تا مهرای اصلیشون بود که خیلی بهشون ضربه زد، خیلی بهشون ضربه زد و این خیلی چیز عجیبی بود. فکر میکنم که دقیقه 87 هم یه موقعیت خیلی خوب فرانسه ایجاد کرد، بارکولا یه شوت زد و موقعیت از دست رفت متاسفانه. آمار بازی هم داریم، آمار بازی رو من اینجا بگم. مالکیت بازی 52 به 48 به نفع مراکش بود. شانس گل ها 20 به 4 به نفع فرانسه بود، اختلاف واضح و علنیه. موقعیت در چارچوب ها 7 به 1 به نفع فرانسه. سیو ها یه دونه مانیان و 5 تا هم یاسین بونو. یاسین بونو جزو بهترین بازیکن زمین نشد البته، نه، نیمه دوم عملکردش اومد پایین، نمره 7 گرفت یاسین بونو تو کل بازی. اکسپکتد گل فرانسه 2.89 و برای مراکش 17 صدم. بچه 17 صدم خیلی هم چیز عجیبی ها. اکسپکتد گل مراکش در مجموع بازی 17 صدم بوده، یعنی حتی به نیم هم نمیرسه، کمتر از نصف نیم، یه همچین چیزی.
کرنرها هم 5-5 مساوی. بهترین بازیکن زمین امباپه شد با نمره 8 و همچنین اوپامکانو و دمبله نمره 7 و 7 گرفتن. دزیر دو هم 7 و 3 گرفت. بعد از اون اوناهی از مراکش با 7 و 1 و یاسین با نمره 7. بدترین بازیکن زمین بدترین بازیکن زمین یه عملکرد فاجعه از اشرف حکیمی دیدیم. فاجعه از اشرف حکیمی. یعنی من به عنوان کسی که این آدم رو بازیش رو تا حد خیلی خیلی زیادی قبول داشتم، عملکردش خیلی بد بود. حتی میتونم بگم فاجعه بود توی این بازی. و آره، میریم سراغ بازی دوم. دوممون که برگزار شد فردا شبش برگزار شد مسابقه بلژیک در برابر اسپانیا. مسابقه‌ای که دو تیم در یه سطح بازی کردن و اسپانیا اومده بود برای اینکه مالکیت توپش رو حفظ کنه، با مالکیت بازی کنه و این حرکت هم زد و بازی برابر و بازی قشنگ. واقعا دارم یه بازی درخور مرحله 1/4 نهایی جام جهانی. واقعا هم بلژیک خوب بازی کرد هم اسپانیا و با فاصله نزدیک تقریبا. حالا اگر که البته فاصله نزدیک آنچنان نبود. چرا انا شوتان تارگت ها رو دارم میبینم، موقعیت های داخل چارچوب رو دارم میبینم، نزدیک بودن. آره. و خلاصش این که بلژیک خیلی خوب بازی کرد، در عین شایستگی نه ولی خوب بازی کرد تا هم نشون دادش که این بلژیک اون بلژیکی نبودش که جلوی ایران بازی کرد، جلوی نیوزلند و حتی ببخشید جلوی مصر و جلوی ایران. بلژیک توی اینجا هر بازی که اومد جلو یه مرحله پیشرفت کرد و این خیلی چیز خوبیه و نشون دادن که به آروم آروم اومدن بالا و توی این مرحله هم واقعا خوب بودن. جلو آمریکا خوب بودن، جلو بلژیک هم، جلو سنگال هم بد نبودن. بپردازیم به این مسابقه. با اینجا به شکل آماری داریمش. توی این بازی اسپانیا در تلاش بودش که کاملا بازی سازی از پایین کنه، بازی مالکانه، چیزی که همیشه از اسپانیا دیدیم دیگه. نفوذ از جناحین توسط یامال و اون طرف هم اگر اشتباه نگفته باشم کوکوریا. نفوذ از جناحین کوکوریا و یامال رو داشتیم که خیلی هم تاثیرگذار بود. بازی رو خیلی خوب داشتن پیش می‌بردن تا رسیدیم به، یعنی بازی نزدیک بود، اینا حمله می‌کردن، بعد مثلا 5 تا اینا حمله می‌کردن، یه دونه بلژیک خطرناک حمله می‌کرد و این بازی طلسم دروازه اونای سیمون شکست و اونای سیمون توی این بازی اون طلسم شکست. منم گفته بودم که آقا عمل کرده گل نخوردن اونای سیمون در اینجا عمدتاش به خاطر خط دفاعیه. من که توپ نمیاد رو دروازه اسپانیا. شما تو بازی پرتغال ناکن، اصلا توپ اومد، اصلا توپ سانت پاس رو به عقب داشت میداد برونو فرناندز دقیقه 80 بازی. یعنی دقیقه 92 تیم یه نه عقب، برونو فرناندز پاس رو به عقب میداد. و این میگم مثلا جلو پرتغال، جلو کیپر اومد دفاعی بازی کرد. تو گروهشون کلا بازی نبودش که موقعیت زیادی روی دروازه اسپانیا خلق بشه که ما اونای سیمون رو به عنوان یک عملکرد خوب ازش به یاد داشته باشیم. اونای سیمون سیوای خفن زیاد داشت، جلوی پرتغال هم این سیو خوب داشت که یه قیچی برگردون نصف نیمه رونالدو زد، پرید سیو کرد، تو پر گرفت. ولی خب اینا واقعیتش اینه که معیار نمیشه. بیشتر دلیلی که دروازه اسپانیا بسته بود خط دفاعی و خط هافبک پرس کننده اسپانیا بودن توی اینجا. بعد خب همینجوری بازیشون رو داشتن پیش بردن تا رسیدیم به دقیقه، فکر می‌کنم جان ننوشتم دقیقه گل اسپانیا رو، بذارید من اینجا بیارم که گل اول اسپانیا فابیان رویز میاره و میزنه و خیلی هم گل قشنگی زد. یه کاتبک دادن و کاتبک اومد، یه سیو نیمه کاره کرد کورتوا و سیو نیمه کارش خب توپ افتاد جلوی پای فابیان رویز و یه شوت هم زد رویز و دروازه باز شد که خب این هم تاثیر حمله از جناحین اسپانیا بود. فکر می‌کنم پاس گل نزده دیگه، پاس گل ثبت نشد و دقیقه 30 گل فابیان رویز به ثمر رسید. اومدیم یکم جلوتر، بعد از اون یعنی کاشته یامال زد و
سیو خفنه. کورتوا رو اونجا داشتیم که خب خیلی سیو خفنی بود. خلاصه بازی رو ببینید احتمالاً اونجا باشه. بعد بازی دیگه کامل دست اسپانیا بود. بازی کامل دست اسپانیا بود. دقیقه 41 نزدیک شدیم با پایان نیمه اول. دیکتلار اومد و بازی رو مساوی کرد. حالا چجوری؟ یه سانتر خوب بازی از جناین بلژیک این دفعه، یه سانتر خوب انجام دادن توسط کاستانیه و بعد یه ضربه سر واقعا قشنگی زد. واقعا قشنگ زد. فکر کنم روی دست کی ضربه سر رو زد؟ فکر کنم روی دست کوبارسی زد، یعنی جلوی کوبارسی، رو سر کوبارسی ضربه سر رو زد و اونای سیمون قشنگ عین یه دونه ماست وایسا توپ رو نگاه کرد. حتی میگم انتظارم نمیشد داشته، ولی میتونست یه واکنشی هم داشته باشه. خب ولی همجوری وایسا توپ اومد همجوری از بغل رد شد، اینم گفت بفرما داخل و یه گل زدن. و این طلسم این همه مدت هیچ تیمی نتونست به این تیم گل بزنه توسط بلژیک شکست و نمره اونای سیمون هم 5-1 شد تو بازی. یکی از ضعیف‌ترین نمره‌های بازی بود. فکر کنم حتی با کوین دی بروینه که 5-1 بود ضعیف‌ترین نمره کل زمین رو کسب کردن. آمار نیمه اولشون هم به این شکل بودش. حتی بذارید آمار نیمه اول نمیخوام. بهترین بازیکن زمین نیمه اول دیکتلار بود با 7-6، بعد رویز و کاستانیه با 7-4 و بدترین بازیکن زمین هم اونای سیمون با 5-5. میرسیم به نیمه دوم. بازی رو دوباره اسپانیا مالکانه شروع میکنه، از عقب بازی سازی میکنه، میاره رو جناحین میکشن داخل، سر میزنن، میشوتن، طبقه سوم استادیوم رو هدف قرار میدن و این حرفا. بعد یه جای از بازی فران تورس و پدری میان داخل به جای باینا و رویزی که گل زده بر اسپانیا تعویض میشه و خیلی حرکت عجیبی بود. و نبودن پدری هم تو این مسابقه یکی از علل عجیب بود. باش میپردازم همینجا که آقا چرا پدری تو این بازی نبود. پدری توی اینجام عملکردی نداشته، عملکرد مثبت و خوبی نداشته. اصلا کاری ندارم آقا، پدری بارسلونا نبود، همونجوری که لامین یامال بارسلونا نبود. لامین یامال نمیدونم چجوری شد بهترین بازیکن این زمین. این مسابقه لامین یامال میشه بهترین بازیکن زمین در حالیه که نه گل زده، نه پاس گل داده، نه موقعیتی خلق کرده به اون شکل، موقعیت خطرناکی خلق نکرده. ولی میاد با نمره فکر میکنم 7-8 میشه بهترین بازیکن زمین. امباپه تو بازی قبلیش یه نه گل میزنه، یه نه پاس گل میده، 8 میگیره. اگر اشتباه نگفته باشم امباپه چند 8 گرفتی. بعد اینجا لامین یامال میاد هیچ کاری نمیکنه، رسما هیچ کاری نمیکنه تو این بازی. بذارید بهتون بگم دیگه، اینجا من الان آمارشو دارم. 90 دقیقه بازی کرد، کلا 4 تا شوت زد، نه گل نه پاس گل، هیچی. توی البته توی گوگل نمره 6-4 بوده، توی گوگل نشد. من توی فوت موب دیدم اونجا نمره 7-8 گرفت و شد به تماس زمین. خیلی عجیب بود و توسط فیفا هم شد بهترین بازیکن زمین ها. و این یکی از عجیب‌ترین اتفاقات بود که آقا لامین یامال شد بهترین بازیکن زمین. عملکرد رودری تو این بازی واقعا چشمگیر بود، واقعا خوب بود. عملکرد اولمو واقعا قشنگ بود. اینجا نوشتم اولمو واقعا خوب بازی کرد. بازی میره جلو، به پدری پرداختیم، گفتم آقا چون که توی این جام هیچ عملکرد مثبتی نداشته، حق میدن که آقا بیاد، من حق میدم که آقا مربی بیاد به ذاتشون نیمکت، هم به بازیکن یه تلنگری وارد کنه که آقا میذارمت رو نیمکت، باید بازی رو در بیاری. همین که خب میخواد بازی میخواد باش در بیاد دیگه. آخه مربی نمیتونه بیاد بگه چون یارو پدریه بیام بهش بازی بدم. عملکردی نداشته تو اینجا، ولی بهش بازی هم داده دیگه، بهش هم فرصت داده، باید خودش رو باید ثابت کنه. ها شاید اصلا یه تو نیمه نهایی بیاد دبل کنه، هتریک کنه، ولی خب دلیل نمیشه، چون که تا اینجای جام عملکرد خوبی نداشته، اصلا عملکرد خاصی نداشته. میرسیم یکم جلوتر، کورتوا به فاک میره. کورتوا اینجا یهو به فاک میره. نمیدونم سر چی فکر میکنم. من یه جا شنیدم که میگفتن یه مسئولیتی براش پیش اومد از یه سری نواحی حساسش که آقا مجبور شد بره بیرون. خودمونی بگم
تخماش درد گرفت، خواست بره بیرون و تعویضش کردن که همین تعویزه یه چیز عجیبی بود. بذارید بگم کی به جاش اومد روی شوت اویارزابال. شمال پندرز اومد داخل. اینجا هم بود دیگه. آره اومد داخل زمین. ببخشید یه لحظه وایسید من اینجا ببینم دقیقه چند. دقیقه 70 اومده بیرون. ببخشید من اشتباه خوندم عذر میخوام. بعد من اشتباه خونده بودم. لامنز اومد داخل زمین و دروازه‌بان تیم منچستر یونایتد که اومد داخل. خیلی ها سر گل دوم خب مقصر بود، هیچ کس نمیتونه بگه مقصر نبود. نمرش هم فکر میکنم کلا یه نمره ضعیفی گرفت دیگه. اینجا نمره که گرفت نمره 4.5 بود. یکی از بدترین بازیکن، یعنی فکر شد بدترین بازیکن زمین. ایراد میشه بهش گرفت ولی نه به اون شدت. ببینید یک دروازه‌بان دوم یک تیمیه که کورتوا دروازه‌بان اول اون تیم است. در حالت طبیعی به این بازیکن بازی نمیرسه چون کورتوا دروازه‌بان اول. این بازیکن مگه اینکه همچین حالتهایی پیش بیاد دروازه‌بان اول مصدوم شه مجبور بشن که ببرنش داخل. خب در یه همچین مواقعی خب بازیکن آماده نیست، مخصوصا دروازه‌بان گرم نکرده، یهو میاد وارد زمین میشه. خب انتظار میره که یه همچین اشتباهاتی کنه و هیچ عملکردی نداشته. یه نشوت اومد سمت دروازش، یک توپ رو نتونست خوب دفع کنه. خب توپ افتاد جلوی پای میکل مرینو. واقعا میکل مرینو هم خوب بود توی اینجا، الان بهش میپردازیم. توپ افتاد جلوی پای میکل مرینو، اونم زد و تموم شد. به میکل مرینو برسیم. میکل مرینو دقیقه 86 اومد و در دقیقه چند برای اسپانیا گل زد؟ در دقیقه 88. خیلی خوبه. یعنی میکل مرینا دیگه شده بازی جمع کنه اسپانیا دیگه. یعنی ممکنه الان جلو فرانسه بازی 0-0 داره میره جلو، دقیقه 85 یا میکل مرینا میارن تو. خب دیگه وحشی. و واقعا خوب بوده میکل مرینو، بازیکن خیلی خوبی بوده. من زیاد با سیسش حال نمیکنم تو آرسنال، کلا زیاد با استایل و ایناش حال نمیکنم تو بازی، ولی خب عملکردش خوب بوده دیگه. ما اینجا قرار نیست چیزی که من حال میکنم و بگیم که، اینجا قرار چی رو بگیم؟ اینجا قرار واقعیت ها رو بگیم. آقا بازیکن خوب بازی کرده، نمرش هم خوب بوده، بازی هم در آورده، جلو پرتغال هم اومده گل زده تو 2 تا بازی تعویضی. دقیقه 85 6 اومده داخل، بازی رو برده اسپانیا، گل پیروزی رو زده تو 2 تا بازی و این عملکرد واقعا عملکرد خوبیه. و میکل مرینو فکر میکنم اومد. یاما شد 7 و 8 تو کتمن نمیره. حالا رودری 7 و 8، رودری باز یه جوری میتونم بپذیرم. اولمو 7 و 7 هم باز یه جوری میتونم بپذیرم. و تروسارد بدترین بازیکن زمین با 5 و 4 شد. بازیکنی که از اول بازی تو زمین بود و یعنی لمنز پایینتر بود دیگه، 4.5 گرفت این جهت. و این بازی هم تمام شد. حالا میرسیم به مسئله بعدی، مسابقه جذاب انگلیس که من نتونستم بازی کامل ببینم. برقمون رفت وسط بازی. ممنون از اداره برق عزیز که انقدر خوب هوای ما رو داره که برق ما رو وسط بازی مهم برد. نمیدونم چرا برقمون وسط این بازی رفت. بازی آرژانتین هم هوای یه نیمه شد برق نداشتن. خیلی عجیب بود. بازی آرژانتین رو من اینجا دیگه نتونستم کامل بنویسم، ولی دادم به چت جی پی تی و چت جی پی تی بهمون داد که آقا چیه قضیه بازی، مسابقه داستانش چی بوده. بریم بپردازیم به مسابقه انگلیس که خیلی بازی خوبی بود. واقعا خیلی بازی خوبی بود برای نروژیا، نه برای انگلیسیا. انگلیس به همون سبک مرده خور رو پس میگیرم، به همون سبک لاشی بازی
توماس توخل دارن میان جلو دیگه. یعنی توخل قشنگ همون جوری که اومد و چلسی رو قهرمان CL کرد، حالا الان همون جوری داره انگلیس رو میبره بالا. همون جوری بازی و مالکیت رو نگه میدن ولی موقعیت نمیسازن. فقط بازی و مالکیت رو نگه میدن که وقت طلب شه. نمیدونم چرا، چه سبک بازیه. ولی خوبم بازی کردن، نمیگم بد بودن. کین عملکردش ضعیف بود در این بازی، بهتون بگم. من همینجا دارم میگم کین در این بازی عملکردش ضعیف بود. کین امشب خوب نه، دیشب ببخشید. کین دیشب عملکردش خوب نبود. و از همون طرف هم بیلینگهام عملکردش عالی بود. خیلی بیلینگهام خوب بود. واقعا دارم میگم بیلینگهام نشون داد که تو پست 10 چه بازیکن خفنیه. و امیدوارم که مورینیو، میدونم این کارو نمیکنه، ولی امیدوارم که مورینیو بذاتش پست 10. این کارو نمیکنه منظورم اینه که تو پست دیگه بهش بازی بده. بده یه پست دیگه به این بازیکن بازی نده، آقا بذاتش پست 10. رئال هم که پست 10 لازم داره. میبینید چقدر خوبه تو اون تیم. یعنی واقعا تو پست 10 جود بلینگام عالیه. خیلی خوب بازی کرد. و یه حرفی هم دارم با سولورد. بی‌ناموس، اونجا تو وقت اینه که بخوای توپو تکروی کن، بعد با توپ لاس میزنن مگه؟ سر اون موقعیت که پاس نداد به ارلینگ هالند دارم میگم، با توپ مگه لاس میزنن؟ چیکار داری میکنی؟ تو جام جهانیه، بازی اتلتیکو با تیم مثلا رد 2 اسپانیا نیستش که. تو چه فکری کردی که به هالند تو دقیقه 43 اونجا یکی نروژ جلوه، اگه اون پاس رو میداد بازی میشد 2-0. بازی اگه 2-0 میشد اصلا این شاید الان نروژ صعود کرده. من میگم احتمال بیشتر تا میتونستیم بگیم نروژ صعود کرده بود، چون انگلیس خیلی احتمال کامبکش به 2 گل کمتر میشد. تو چه فکری کردی که اونجا با توپ شروع کردی؟ خودت هم میشوتیدی اصلا. من میگم آقا خودت خواستی بشوتی، میشوتیدی توپ رو. چرا با توپ لاست میزنی اونجا؟ تک بت تو ببین، نمیدونم که احتمالاً بچه دیدید دیگه، با توپ داره میره دروازه میاد سمتش، رو گل اول نروژ هم بذارید اولی صحبتی کنم. رو گل اول نروژ نصف تقصیر رو گردن پیش برده. خب توی که قدت کوتاه برای چی میری جلو؟ اینقدر برای چی میری جلو؟ توپ رو صاف راحت زدن و رفت تو گل. کلا این ژنتیک دروازه‌بان انگلیسی انگار اینه که قدشون اکثرا کوتاهه. خب توی که قدت کوتاه نباید انقدر بری جلو که با یه توپ بزنن و راحت عین و آب خوردن. شلدروپ یه گل خیلی قشنگ بهش زد. حالا برگردیم به مسئله سولورد. چرا اونجوری کرد؟ شما فکر کن داری حرکت میکنی نزدیک محوطه جریمه حریفی، رو ضد حمله یه دونه دروازه‌بان حریفه، یه نرلینگ هالند رو دست راست، رو دست چپه. عقل سالم به شما میگه پاس بده هالند. یارو آقای گل داشته رقابت میکرد برای آقای گلی. کل نروژ چه گویی هستید که مثلا نروژ به هالند مگه تا اینجا جام میومد بالا که شما تکروی میکنی، با توپم لاس میزنی، شوت هم حتی نمیزنی، یه چیپ میزدی میشوتیدی، باز لااقل میگفتیم آقا شوتید خودش. نه اینکه توپ همینجوری بگیری بری بخوای چیز کنی. خب میگیره ازت دیگه. پیکفورد خیلی خوبه، پیکفورد واقعا دروازه‌بان خوبیه. پیکفورد اگه خوب نبود که تو تیم ملی انگلیس انقدر همیشه فیکس نبود. خیلی یه ذره میگم حرکتش واقعا عجیب بود. اونجا بازی انگلیس، بازی نروژ باخت به انگلیس سر اون موقعیت، چون اینجا جام رمضان و جام تختی و اینا نیستش موقعیت خراب کنی دوباره بتونی جبران کنی. حریف اون موقعیت رو خراب نمیکنه، تو خراب کنی حریفت گل میکنه. بعد وقتی حریفت گل کنه خب تو حذف میشی دیگه. اینجا جام جهانی سطح اول فوتبال دنیاست. بازیکن باید بالاترین سطح کیفیت رو داشته باشه. کسی دیگه بالاترین سطح کیفیت رو نداره حذف میشه و دیدیم هم حذف شدیم نروژ. به این بازی هم زیاد نمیپردازیم. بیلینگهام فوق العاده درخشید تو این بازی. بازی چه شکلی بود کلا؟ به این شکل بودش که بازی در دست انگلیس بود. من اینجا آمار رو بیارم. 53 به 47 مالکیت دست انگلیسی‌ها بوده. 606 تا پاس دادن به 537. بازی دستشون بود. 14 تا شوت زدن نروژ، 13 تا، 8 تا تو چارچوب، 5 تا برای نروژ. و میگم
خیلی حرکت عجیب بود. بهترین بازیکن زمینم که شد جود بلینگام دیگه. واقعا عملکردش خوب بود. گوردون هم یه پاس گل داد توی این مسابقه و ساکا و اینا هم دقیقه نمیدونم چند آورد داخل زمین. خیلی اونم خیلی حرکت عجیبی بود که اومد ساکا رو بهش و بازی داد. دقیقه چند بود ننوشتم اینجا، ببخشید. از دقیقه 70 به بعد بازی مالکیت 6 افتاد دست نروژ، ولی خب بازی در حال رد و بدل شدن بود و دقیقه آخر بازی 90 دقیقه آخرای بازی خیلی بازی قشنگ شد. یعنی هی موقعیت خلق می‌کردن، هی میشوتیدن و اینا. و اینجا هم نمیتونیم از عملکرد خوب نایلند دروازه‌بان نروژ چی میگن دریغ کنیم. و یه دم پنالتی گرفتن، یه گل رو زدن نروژیا، بعد گفتن آفسایده. ببخشید انگلیس فکر کنم زد و بعدن گفتم آفسایده. یه دونم واسه پنالتی گرفتن واسه انگلیس و گفتن که نه آفساید شد. آفساید نشد، خطای یه جای دیگه صورت گرفت و لغو شد. وی آر هم خیلی حاشیه زیاد داشته تو اینجا. میپرزیم به مسابقه بعدی، مسابقه مسابقه آرژانتین در برابر سوئیس. یک حرامبال واقعی توسط سوئیس. یک حرامبال واقعی توسط سوئیس. و یه سری اتفاقاتی که افتاد، بچه راستش رو بگم دیگه، من وقتای اضافه‌ام نتونستم ببینم. من صبح امتحان نهایی داشتم، رفته بودم سر امتحان، ولی تو گوشی که بچه‌ها بازی رو هی نگاه می‌کردم که ببینم چه خبره. سر کارت قرمز و اینا من راحت مطمئن نشدم. ولی آقای یه سوال واقعا، نمیدونستی وی ای آر 8 ساله اومده تو فوتبال دنیا؟ آقای امبولو نمیدونستی؟ چه حرکتی بود مشتی؟ یه 7 سالی هستش از جام جهانی 2018، 8 سال پیش. تو فوتبال وی ای آر داریم، میره چک میشه. داور میره توی تلویزیون کنار زمین و تو گوشش هم یه چیزایی دیدی داره، بهش میگن اینجا این اتفاق افتاده و تو اونجوری تمارز ضایع میکنی که پشت گوشی هم من فهمیدم تو تمارز کردی. و خولیان آلوارز چه بازی کرد. مسی تو این بازی خیلی عجیب بود و این مسی تو اولین بازی در این جام جهانی و بعد از 9 بازی در جام جهانی ها، یعنی این ششمین بازیشون بود، 3 تا هم جام جهانی قبلی، 9 بازی پشت هم دیگه بودش که یک گل میزد حداقل. و توی این بازی این این رونده شکست و الکسیس مکالیستر دقیقه 10 یه گل زد. دقیقه 67 بازی و آقای اندویه مساوی کرد که من گل مکالیستر رو دیدم روی سانتر مسی. پاس گل مسی بود، بار مسی گل نزد ولی پاس گل داد. پاس گل مسی، یه گل زدن و آلوارز نزد. یه گل خوشگل زد، یه گل به وقتش زد. دقیقه 112 توپ اوورد زد، یه جوری زدش که سوئیس رفت لای سوسیسا. و دقیقه 120 علاوه یکم لاوتارو مارتینز اومد و یه گل دیگه زد و دیگه تیر آخر بر پیکره سوئیس حرامبال تا اینجا اومده بالا زد. حرامبال تا یه جایی جواب میده. و یه سوال دارم، آرژانتینیا چرا اینجوری هن؟ شما بازی دستتونه، بازی هم جلویید، موقعیت گل هم زیاد دارید، خب 2 تا 3 تا بزن بازی رو تموم کن دیگه. چه علاقه ای داره بخوای استرس بدی؟ بابا سکته دارن میکنن هوادار آرژانتین پای بازی. چرا اینجوری میکنی؟ من تو مدرسه گفتم نکنی وقتی به سوئیس ببازن. 10 نفره هست ولی داره حرامبالی بازی میکنه، بعد اینا هم حمله درست حسابی نمیکنن. آقا بزن تموم کن دیگه. جلو مصر، جلو کیپر، جلو سوئیس میاد تو دهنم سوئیس، جلو سوئیس و مصر و کیپر. بابا درست میخوای نشون بدی سمت تو سخته؟ بابا درست بازی تو کن، ببر برو بالا. از من نکنید اینجوری بخوای جلو انگلیس بازی کنی حذف میشی. یا توخل خودش همینجوری بازی میکنه، تو میخوای بری جلو اون این کارو کنی. بله دوستان یه لحظه تصویرم قطع شد، ببخشید. آره تو میخوای بری جلو اون این کارو کنی، نکن. مشی زشه نکن. و آمار مسابقه
23 شوت در مقابل 13 شوت به آرژانتین. 7 تا تو چارچوب، 5 تا تو چارچوب آرژانتین. 59 به 41 مالکیت دست آرژانتین. 616 پاس به 453 پاس آرژانتین. و من اینجا فوتموبم بیارم که اونجا من بهترین بازیکن‌های زمین رو ببینم که فکر کنم چرا من بردم اینجوری کرد. بعد اینجا 14 خطا در مقابل 18 خطا که کاری نریم. 8 تا کورنر به 2 تا کورنر. بارسایی عزیز من عذر میخوام بابت این عدد 8-2 یه ذره عدد سنگینی بود، من عذر میخوام. و بذارید من اینجا بهترین بازیکن‌های زمینم بهتون بگم و بعدش میریم میپردازیم به پیش بینی مسابقات نیمه نهایی بود. لاین اپ خب لاین و مسی شد بهترین بازیکن زمین با 8-9. یعنی پاس گل داد در طول بازی عملکردش خیلی خوب بود. خولیان آلوارز شد 8-3. مکالیستر شد 8-4 و مارتینز هم شد 7-4 چون تعویضی اومد. و بهترین بازیکن سوئیس هم شد کوبل با 7-1. و دورتموند اومد یه پستی گذاشت، یه توییتی گذاشت، یه عکس از کوبل و مسی بود، نوشتش که گوت و مسی. حرف نمیزنم دیگه، حالا دیگه خودتون بهتر میدونید. اوفیوزا مسی یارو حذف شده، کوبل حذف شده. لااقل میذاشت اگه یه زمانی اینو میذاشتی که من میگفتم آقا بردن، باز میگفتم تو کتم میره. نه دیگه بابا نکنید این کارا رو. کوریای عجیبی میخونید. و پیش بینی هم 59 به 25 بودش که آرژانتین میبره و واقعا افتاد. بریم بپردازیم به مسئله پیشبینی مسابقات نیمه نهاییمون. من این پوستر 1/4 رو برش میدارم تا باهاتون خیلی صاف و پوسکنده و رو راست صحبت کنیم. بذارید یه حرکت بهتر بزنم. ما اینجا یک عدد چیز داریم براتون بذارم. این الان لحظه. خب اینجا من این نمودار مرحله حذفی رو براتون آوردم، خیلی خوشگل و زیبا و جذاب. ما قراره تاریخ 14 جولای سه‌شنبه مسابقه کیو داشته باشیم. مسابقه اسپانیا در برابر بلژیک. اسپانیا در برابر فرانسه. عذر میخوام اینجا اشتباه من گفتم. اسپانیا قراره در برابر فرانسه قرار بگیره که این مسابقه رو کی میبره نمیدونم، واقعا نمیدونم. من اینجا تحلیل ریز گذاشتم که خیلی جذاب و زیبا بهتون بگم احتمالاً کی ببره. احتمالاً اسپانیا در برابر فرانسه. من بچه‌ها تو ویدیوی پیش بینی‌ها تا الان اینجای جام همه رو درست گفتم. جدی دارم میگم، برید ویدیوها رو ببینید. نتیجه رو شاید یه ذره غلط حدود گفته باشم. مثلا گفتم آقا تو 90 دقیقه انگلیس و نروژ مساوی میشن. خب گفتم 2-2 حتی یا 1-1. خب ولی خب نتیجه یه چیزیش. بعد گفتم در نتیجه نهایی احتمالاً انگلیس 2-1 ببره و گفتم هری کین گل میزنه که نزد، اونجاشو اشتباه. پیش بینی از این بازی چجوریه؟ بازیه که بذارید یه لحظه من اینجا بیارم. بله احتمالاً اینجا چیزی که من دارم نوشتیم این آقا فرانسه احتمال صعودش 55، اسپانیا 45. حالا چجوری قرار بازی باشه؟ یه مسابقه با دو تا سبک کاملا متفاوت، یه تیم مالکیتی و یه تیم تهاجمی. و اسپانیا تیمی که میخواد مالکیت بالای 60 رو داشته باشه، در همون طرف هم فرانسه نیازی به مالکیت نداره و سعی می‌کنه بازی رو مستقیم پیش ببره و تو پارو سریع به خط حمله و شانس گل تبدیل کنه. شانسای گلزنی این مسابقه رو من اول میگم. برای اسپانیا لامین یاماله یا کی یا اولمو. لامین یامال یا اولمو شانسای گلزنی. حالا آیا اینا قطعا گل میزنن؟ نه دوستان، پیش بینی 50-50 هم حتی نیست، کمتر شانس رخ دادنش. تو 11 نفر من دارم اسم 2 نفر رو دارم میگم، حالا تو 10 نفر اسم 2 نفر رو دارم میگم، یعنی من 1/5 شانس داره این پیش بینی درست سر بیاد. خب
من اسم دو نفر رو گفتم آقا اولمو یا لامین یامال که احتمال اینکه بازی بره وقت اضافه هست، بله هست. حتی میتونم بگم 40% احتمال داره اینکه هستش که بازی بره وقت اضافه. و فرانسه پیش بینی ما اینه که 2-1 ببر. توی کجا؟ توی وقت اضافه. شاید هم حتی بازی بره پنالتی. اسپانیا خوب بلده بازی رو قفل کنه. اسپانیا همون جوری که بعد خوب مالکانه بازی کنه میتونه بازی فرانسه رو قفل کنه و این برمیاد ازشون. شانس این هستش که بازی بره وقت اضافه پنالتی. بله. و اینکه چجوری قراره رخ بده اینه که آقا شانس‌های گلزنی فرانسه هم بهتون بگم. امباپه شانس اوله و دمبله هم شانس دوم. شاید حالا اصلا اولیسه هم هست. اولیسه هم یه درصد کمی. اولیسه نه ببخشید دزیر دوه. یه درصد کمی هم دزیر دو است. ولی خب امباپه شانس بیشتری داره تو این بازی گلزنی کنه. میرسیم به بازی بعدی. انگلیس سر برابر آرژانتین. بازی خیلی نزدیکتریه. اون 55-45 بود، اینجا 52-48. شانس کی بیشتر؟ انگلیس. ما اینجا پیش بینیمون چیه از این مسابقه؟ پیشمون از این مسابقه نتیجه ببخشید نتیجه آره تو 90 دقیقه احتمالاً 1-1 بشه، بازی بره وقت اضافه و احتمال این که توی پنالتی ها تمام شه خیلی بیشتره. احتمالاً بازی بره تو پنالتی و توی پنالتی ها آرژانتین احتمالاً صعود کنه. ولی خب شانس اینکه انگلیس هم بیاد بالاست. شانس اینکه انگلیس ببرن بالاست. واقعا هم خوب بودن. شانس های گلزنی مسابقه لیونل مسی، خولیان آلوارز برای آرژانتین، دو نفرن و برای هریکین برای انگلیس هم هریکین یا جود بیلینگامه که خب نشون هم دادن که مهرای اصلی این تیمن. و اینجور بازی ها اینم بگم اینجور بازی ها بچه خیلی از اوقات پیش میاد بازیکنای گل میزنن که اصلا انتظار نداری. مثلا توی بازی اگر اشتباه نگفته باشم بازی آرژانتین در برابر هلند جام جهانی 2022 یکی از بازی مهم آرژانتین کی گل زد؟ فکر کنم مولینا بود یا مونتیل بود گل زد روی پاس مسی. و اینجور بازیایی که خیلی وقتایی بود بازیکن‌های خیلی تازه کار مثلا بازیکن عادی اون تیم میاد گل میزنه. چرا؟ چون تمرکز دفاع ها روی اون بازیکن‌های اصلیه و قفل میشه بازی اونا و یکی دیگه یه فرصت استفاده میکنه میاد میزنه. مثلا تو فینال چمپیونز لیگ 2022 2023 که سیتی قهرمان شد دیدیم رودری گل زد. همه انتظار هالند و فودن و جک گریلیش و اینا رو داشتن، حتی کوین دی بروینه رو داشتن، رودری گل زد. اینجوریه که آقا همه دارن قفل کردن روی هالند توی اون بازی. هالند قفل شد، کل دفاع حواسشون به اون بود. هالند دقیقاً روی گلی که رودری زد یه تاثیر کوچیک گذاشت، فقط یه پاس رو به عقب داد. رودری زد و کارو تموم کرد. من میگم اینجور بازی‌ها همچین احتمالاتی هم هست همیشه داخلش. حالا بازی انگلیس و آرژانتین قراره چجوری باشه؟ یه بازیه که از نظر من بازی فیزیکیه، یکی از فیزیکی ترین بازی این جامه. همچنین انگلیس تیمیه که سعی میکنه پرس از جلو انجام بده، دفاع فشرده انجام بدن و سریع توپا رو منتقل کنن به حمله. و از اون طرف هم انگلیس آرژانتین دارن میان که مسی رو قهرمان کنن. شوخی میکنم. آرژانتین هم خب بازیکناش بازی بزرگ رو خیلی آروم بازی میکنن، استرس نمیگیرن، بازیشون رو با آرامش انجام میدن و احتمالاً هم بخوان سعی کنن که توپو بدن به مسی و نفوذ از جناحین و بازی سازی از عقب توسط آرژانتین که خب این دوتا سبک دقیقاً سبکایی که در تقابله. آرژانتین داره سعی میکنه از عقب بازی سازی کنه، انگلیس داره سعی میکنه از خط دفاعی حریف پرس کنه. خب بازی جذاب میشه. دوتا بازی ها بسیار بسیار جذاب میشه و همین دیگه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید و نظراتتون رو هم توی کامنت ها برامون حتما بنویسید. همچنین توی چنل تلگراممون بچه اینو بگم خبر خوب، توی چنل تلگراممون حتما عضو شید. در بازی نیمه نهایی و فینال رو خودم بیایم اونجا استریم بذاریم و گزارش کنیم. استریم گزارش زنده سریعتر از هر جای دیگه به شکل زبان فارسی رو داریم. خودم قراره بیام گزارش کنم و هر دو تا بازیو 14 و 15 جولای میشه سه شنبه و چهارشنبه خودمون. و چنل رو سابسکرایب کنید. FD TV شو فردا سه شنبه
صبح ساعت 11 قراره بیاد. قراره راجع به نقل و انتقالات بیشتر صحبت کنیم و راجع به اتفاقات جام جهانی هم اخبار رو اونجا پوشش بدیم، حواشیش رو. و خیلی ممنون که با من تا اینجا ویدیو همراه بودید و تا ویدیوی بعدی حتما چنل رو سابسکرایب کنید. فعلا.